ویدیوی این احمقو ببینید. Are you actually saying then that Israel bombing your country, civilians in Iran being killed, is a positive thing? I'm not saying that the targeting was meant to hurt the Iranian people. The targeting was meant to basically neutralize the regime threat. کرک و پر مجری از بی‌غیرتی این آدم ریخته. این آدم کسیه که میگفت من آزادی خودم و فدای آزادی بقیه نمی‌کنم. من یک مسئله رو خیلی میخوام بدون هیچ رودرواسی و خیلی صاف و پوسکنده به خودت و به همیهنانم بگم. من مبارزه میکنم که یه روزی همیهنانمون آزاد بشن، ولی در نتیجه آزاد شدن خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه. بابا یه آدم چقدر میتونه بی غیرت باشه؟ کاش 2000 خون محمد رضا پهلوی تو جون تو بود. تو اینقدر پست و حقیری که داداش خودتو سربریز کردی که خودت جاشو بگیری، ولی از بس اونور بهت خوک دادن بی غیرت شدی. این آدم حاضر رو سر مردمش بمب بریزن که خودش به قدرت بشینه. پشمک، تو اگه خیلی آدم درست حسابی بودی زنتو از زیر دست و پای این پورنستارا جمع می‌کردی. آوازه زنت همه جا پیچیده. چقدر تو بی غیرتی. تو اینقدر بی غیرتی که جشن ایرانی کشی پوریمو به خود اسرائیلیا تبریک میگی. کور خوندی. آشی که داری براش دعوا میکنی توش دارن سر سگ میپزن، سر سگای امثال تو.